عرض شود که از طریق دوستی که در اروپا هستند و بسیار بسیار من اطمینان دارم به گزارشات ایشان و در ایران و حتی در دفتر امام خامنه‌ای دوستان بسیاری دارد. ایشان حدود 2 ماه پیش گفتند که این آقای خامنه‌ای برای شما یک فتوای قتلی صادر کرده است. پرسیدم چگونه است اون داستان؟ گفتند که بله، استفتاء کردن از مقام معظم رهبر مسلمانان جهان که یک شخصی بدین نام و نشان علیه آیین الهی اسلامی که همین جمهوری اسلامی باشد و عرض می شود که آیین حقه جعفری و مقدسات اینها هجمه کرده است. فتوای شما چیست؟ و ایشان هم زیر همون نامه نوشته قتل این مرد واجب است، چنین و چنان. بعد من فکر کردم شاید این داستان با اون مطلب اینها با هم ارتباطی داشته باشد. این رو از نظر اطلاع هموطنان عرض میکنم. بعد عرض می شود که من آمدم به شهر دالاس و همون شماره‌ای که در اختیار داشتم زنگ زدم و دیروز 2 نفر از آقایان آمدن اینجا. بسیارم همواره اینها مردمان بسیار مؤدب و حرفه‌ای هستند. آمدن و نشستیم و صحبت کردیم و یک پیشنهادهایی برای امنیت به من میدادن که چه بکنید و چگونه حرکت کنید و داستانهایی که به هر صورت مربوط به قضای امنیتی هست و ضمن سخن میپرسیدن مرتب که روز 22 چه روزی بوده برای شما، قرار بوده چه بکنید و اینها. گفتم که روز 2 یک سمیناری داشتم من در شهر سن متئو که متئو به قول معروف و چنین بوده است و گفتن اطلاعات ما حاکی از آن است که قرار بوده است که یک حمله‌ای به شما در روز 22 ماه جون همین 2 روز آینده باشه باشه قاعدتاً انجام بشود و مطالب دیگری که هر شود که حالا لازم نیست جزئیات هم رو اینجا مطرح کنید. جالبه آقای مشیری. بعد از 11 سپتامبر 2 نفر 2 قاچاقچی بزرگ کوکائین متعلق به آمریکای جنوبی در برابر تلویزیون نشسته بودند و داشتن تلویزیون رو نگاه میکردن که خبرها پخش میشه و عکس‌های نشون میدن بر صفحه تلویزیون عکس شماری از کسانی که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دست داشتن. یکی از اونها که ایرانی بوده، جالبه، ایرانی، عضو گروه قاچاقچیان کوکائین پاناما و که خیلی هم میگن صاحب قدرت بوده. این برای رفیق لاتین تبار خودش میگه، یه بارگی تو اکثر میگه این دوتا رو من وارد آمریکا کردم. عجب. بله میگه من این دوتا رو من وارد کردم. این قاچاقچی به اصطلاح لاتین تبار این چند روزی تحمل میکنه ولی بعد میبینه که این اطلاعات رو باید به دولت آمریکا بده، به پلیس فدرال آمریکا، چون فکر میکرده که اگر بعدها اتفاقی بیفته خود او مقصر شناخته میشه، چون قضیه شوخی نداره. با پلیس وارد گفتگو میشه و قضیه رو بازگو میکنه. ایرانی رو دستگیر میکنن، ایرانی که 2 تن از عوامل عملیات به اصطلاح تروریستی 11 سپتامبر. از اون زمان پلیس فدرال ناگهان متوجه شد که جمهوری اسلامی منابع جدیدی پیدا کرده برای عبور دادن افراد خودش که این منابع اغلب در آمریکای لاتین هستند. حالا که گزارش شده که شماری از اوباش و چاقوکشان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی چاوز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفتن که دیگه اینا اگر خواستن عملیاتی انجام بدن نیازی به این آدمای ریش و پشتدار خاورمیانه‌ای نباشن که خیلی زود قابل شناسایی هستند. میخوام ببینم در این زمینه شما اطلاعاتی دارید؟ بنده این مطلبی که فرمودید که برای اولین بار بود میشنیدم، اما به نظر عقلانی میرسد که عرض شود که این دوستی و مناسبات آقای چاوز که شخصیت معلوم الحالی است در آمریکای جنوبی با آخوندها و اینکه اینها به اصطلاح هر دو علیه آمریکا عمل میکنن و دوستان متحد و دشمنان آمریکا هستن هیچ بعید نیست و این هیچ استفاده نداره که این آقایون چنین کاری کرده باشن و
این عوامل رو از اون طریق وارد بکنن، به جهت اینکه اگر چنین کاری بخواد انجام بده جمهوری اسلامی علیه کسی شخصیتی در آمریکا، اون قوت رو ندارد که از عوامل خود یعنی ایرانی استفاده بکنن. این مطلبی بود که بنده حدس می‌زدم و به این آقایان گفتم و موافقت کردم که یا از طریق عوامل متعصب پاکستانی، چون بنده دیدم که اینجا دیروز دوستی گفتن که آقا یک دارالمومنین ساختن در همین شهر دالاس، چند پزشک پاکستانی در اونجا به طور رایگان بیماران شیعه می‌بینن. بله درسته. و بعد در اونجا عکس بزرگ خامنه‌ای و خمینی رو زدن و این دوست عزیز من به این دام گرفتار شده بود که اینها عجب مؤمنانی هستن، عجب مردمان نیکسرشتی هستن. اینها گفتم دوست محترم شما فرمایید که عکس خامنه‌ای در اونجاست، عکس خمینی، پیداست که این دست جمهوری اسلامی برای تبلیغات سیاسی بلند آشنایی با آدم‌های جدید و در اختیار گرفتن از تروریست‌ها و اینها باشد. و به این دوستان نیتی بنده گفتن که اگر بخوان اینها فرض علیه من کاری انجام بدن، یا از طریق متعصبین خواهد بود که یک موردش رو البته دیده شده که حالا اونا کسان دیگری بودن، یعنی دست جمهوری اسلامی نبود، در ماجرای قتل اون رشاد خلیفه که این آدم آمده بود و عدد 19 اختراع کرد که یک مغلطه بالکل باطلی است. و بعد چون دیده بود که این عدد 19 سازگار نیست با تعداد آیات قرآنی، چند آیه رو حذف کرده بود به عنوان آیات جعلی قرآن که صحبت ها میکرد. بعد آمدن این آقا رو با چاقو کشتن متعصبین. و عرض کنم که یک همچین وضعیتی، یا اینکه از طریق عوامل خودشان که در اینجا هستن بتوانند عرض میکنم از این گنگسترهای لس آنجلس یا تگزاس که هستن اینا استخدام کنن، با خرید اونها و پرداخت اونها کاری انجام بدن. به ذهن من نمیرسید که ممکن است که از طریق ونزوئلا فرض فرمایید که اینها یک تعدادی جنایتکار بفرستن داخل آمریکا که اینها مأمورین عملیات رژیم باشند. این نکته خیلی تازه‌ای بود برای من آقای میگویید، بسیارم جالب بود. آقای مشیر یادم رفت ازتون بپرسم، شما از اینا اجازه گرفتید که این ماجرا رو علنی کنید یا نه ما داریم این کارو سر خود میکنیم؟ نه که من باشون صحبت کردم، یعنی دیروز پرسیدم که من میخوام که این ماجرا رو با هموطنان در میان بگذارم، اینا شما چه صلاح میدانید؟ اندکی فکر کرد و گفت نه صدمی نیست و اشکالی هم ندارد که شما بخواید این در این ماجرا صحبتی بکنید. این است که با اجازه اونها بود که بسیار عالی از ثوابدید این ماموران فدرال که ما این ماجرا رو در اینجا مطرح کنیم. البته آقای میبادی اینو فراموش نکنیم، من به این آقایان هم گفتم که من آدم عاقل و بالغی هستم، از روزی که وارد این ماجرا شدم پیامدهاشم به خودم مالیدم. درسته. که با توجه به ذات این سیستم جنایتکار اسلامی و ساخت قدرت، اساساً قدرت‌های استبدادی حالا توتالیتر یا غیره، اینها مخالف رو بر نمیتابند. خواسته که امروز ما یک رژیم استبدادی مذهبی داریم که از یک سو این استبداد اسلامی و استبداد اسلام به طور مطلق که در روز نخستین که پیدا شده است هرگز مخالف رو بر نتافته. و من متاسفم و در برنامه خودم توضیح دادم که واژگان ضد بشری و ضد انسانی کافر و زندیق و مرتد و اینها وارد زبان ما شده است، اینها رو به صورت برچسب‌هایی برای از میان برداشتن مخالفین از روز نخست به کار بردن. چه مایه جنایات کردن اینها و چه مایه بزرگان کشتن در طول تاریخ، از عبدالله ابن مغفر تا برسیم به مرحوم علامه کسروی و اینها. من با توجه به شناخت ماهیت آنها و پیامد احتمالی قضیه این عمل را آغاز کردم و این داستان البته برنامه تلویزیونی هم که تاریخش برای شما معلوم است که از کی آغاز شد. بنابراین تا اینجایی که به من مربوط هست و اینها، من از این قضیه